سلام خدمت شما دوستان و همراهان عزیز به کانال کندی دویچ خوش اومدید. توی این درس ما میخوایم بحث آرتیکل ها رو باز بکنیم و در مورد اونها صحبت بکنیم. چیزی که معمولاً زبان آموزای جدید باهاش مشکل دارن. چون بحث آرتیکل ها یک بحث گسترده و طولانی هست، من سعی میکنم توی چند تا ویدیو و درس به صورت جداگونه به اونا بپردازم. پس بدون معطلی میریم سراغ درس. Lektion 19 Artikel im Nominativ Teil 1. خب بریم یه نگاه بکنیم ببینیم چه چیزایی رو قراره توی این درس یاد بگیریم. اول اینکه ببینیم حالت نومیناتیو چی هست. دوم اینکه سابستانتیو چی هست. و سوم اینکه انواع آرتیکل ها چه چیزایی هستند. خب شروع میکنیم با نومیناتیو. خیلی مهمه که همین حالت نومیناتیو رو خوب یاد بگیرید، چون اگر این رو خوب یاد نگیرید بعداً برای حالات دیگه به مشکل برمیخورید. پس خوب دقت کنید. حالت نومیناتیو حالت فاعلی یک اسم هست. یعنی وقتی یک اسم به صورت فاعل توی جمله به کار برده میشه، اون حالت نومیناتیو داره. به این دوتا مثال دقت کنید. Sabine ist ledig. Das Haus ist groß. فاعل رو در نظر بگیرید توی این دوتا جمله. Sabine و das Haus. این دوتا فاعل حالت نومیناتیو دارن، یعنی حالت پایه و فاعلی یک اسم. همونطور که قبلا یاد گرفتید فاعل فعل جمله رو صرف میکنه که توی این مورد فعل ما فعل زاین هست و وقتی صرف میشه ist. یا به صورت کلی اینجوری بگم که یک جمله از فعل و فاعل تشکیل شده، یعنی یه ذات تشکیل شده از یه سوبجکت پلوس ورب. حالا این فاعل یا سوبجکت میتونه اسم باشه یا میتونه ضمیر شخصی باشه که هر دوشون میتونن به صورت مفرد یا جمع بیان. ضمایر شخصی رو قبلا توی درس 11 ما یاد گرفتیم، یعنی ایش، دو، زی، از، و الی آخر. حالا اگر این فاعل به صورت اسم اومد، یعنی نومن که به اصطلاح بهشون سابستانتیو هم میگن، میتونه یک شخص یا پرسون باشه یا میتونه یک شی یا زاخه باشه که هر دوشون میتونن به صورت مفرد یا جمع بیان. و همیشه یادتون باشه که تمامی اسامی در زبان آلمانی آرتیکل دارن و آرتیکل قبل از اسم آورده میشه. آرتیکل steht vor dem Substantiv و اسامی همیشه حرف اولشون بزرگ نوشته میشه. به این چند تا نکته دقت داشته باشید که گفتم. خب پس تا اینجا چی یاد گرفتید؟ فاعل یا میتونه اسم باشه یا میتونه ضمیر شخصی باشه و اسم شخص باشه یا میتونه اسم شی باشه. حالا یه مثال میزنم براتون دقت بکنید. Wer ist das? Das ist Peter. توی این حالت وقتی ما در مورد یک شخص داریم صحبت میکنیم، وقتی میخوایم سوال بپرسیم از کلمه و استفاده میکنیم، یعنی چه کسی، و میبینید که توی جواب ما اسم یک شخص رو آوردیم. و برای زمانی که میخوایم در مورد یک شی صحبت بکنیم میگیم Was ist das? Das ist ein Bus. برای پرسش ما از کلمه was استفاده میکنیم، یعنی چه چیزی. پس همیشه یادتون باشه که کلمات پرسشی was و بهترین راه برای تشخیص دادن حالت نومیناتیو بودن یک اسم هستند. یعنی هر وقت شما سوالی رو دیدید که با کلمه was و شروع شده بود، جواب باید به صورت نومیناتیو داده بشه، یعنی فاعل به صورت نومیناتیو آورده میشه. گفتیم هر اسم یک آرتیکل داره. der Artikel oder die Artikel. ما کلاً 3 نوع آرتیکل در زبان آلمانی داریم. آرتیکل definita oder bestimmter Artikel، یعنی آرتیکل های مشخص و تعریف شده. indefinita oder
اون bestimmte Artikel یعنی آرتیکل های نامشخص و تعریف نشده. Negationsartikel یعنی آرتیکل های منفی. خب ما توی این درس در مورد حالت اول یعنی آرتیکل های مشخص یا definita oder bestimmte Artikel صحبت میکنیم و سعی میکنیم اونا رو یاد بگیریم. توی دروس بعد در مورد بقیه آرتیکل ها صحبت خواهیم کرد. به یک مثال دقت کنید. Der Mann ist glücklich. توی این مورد کلمه مان فاعل نومیناتیو هست یا نومیناتیو سوبجکت هست و در عین حال یک اسم یا نومن هست و اگر دقت کنید قبلش یک آرتیکل اومده که der هست. یا به جمله بعد دقت کنید. Der Apfel ist rot. توی این جمله کلمه اپفل فاعل نومیناتیو ما هست یا نومیناتیو سوبجکت و در عین حال یک اسم هم هست، یک نومنه و آرتیکل قبلش در اومده. آرتیکل در مذکر هست. اینو یادتون باشه. حالا به جمله بعدی دقت کنید. Die Frau trinkt Wein. توی این جمله آرتیکل ما دی هست. یا توی جمله بعد Die Katze ist freundlich. میبینید که اینجا هم آرتیکل کلمه دی هست. پس آرتیکل دی مؤنث هست. این رو هم یادتون باشه. Das Baby ist süß. اینجا فاعل نومیناتیو ما بیبی هست و آرتیکل اون das اومده. یا توی جمله بعد Das Haus ist groß. اینجا هم هاوس نومیناتیو سوبجکت ما هست و آرتیکل اون داس اومده. پس آرتیکل داس خنثی هست. این رو هم پس یادتون باشه. توی این مثال ها ما دیدیم که بعضی از اسامی شخص بودن و بعضی از اونها اشیا بودن. پس فرقی نداره اسمی که استفاده می کنیم شخص باشه یا یک شی باشه. در هر حالت آرتیکل دارن که نوع آرتیکل بستگی به جنسیت اون اسم داره. اگر مذکر باشن آرتیکلشون در، اگر مؤنث باشن آرتیکلشون دی و اگر خنثی باشن آرتیکلشون das هست. حالا برای حالت جمع به این جمله دقت کنید. Die Kinder spielen. یا توی جمله بعد Die Bücher sind bunt. همینجور که میبینید آرتیکل جمع دی هست که شبیه آرتیکل مؤنث هست و فرقی با اون نداره. حالا به صورت خلاصه و مرتب برای شما توی یه جدول این آرتیکل ها رو می نویسم که بهتر یادتون بمونه. پس آرتیکل های مشخص و تعریف شده در حالت نومیناتیو به این صورت هستند. وقتی مفرد باشن در حالت مذکر در حالت مؤنث دی و در حالت خنثی das هستند. و در حالت جمع فرقی نداره جنس چی باشه، همیشه آرتیکلشون دی هست. به عنوان مثال برای مذکر ما میگیم der Mann و برای جمعش میگیم die Männer. در حالت مؤنث ما میگیم die Frau و برای جمعش میگیم die Frauen و برای خنثی das Baby و برای جمعش میگیم die Babies. میبینید که آرتیکل جمع تغییر نمیکنه، همیشه دی هست. پس یادتون باشه که اسامی آرتیکل دارن و هر وقت یک اسم رو حفظ میکنید حتما با آرتیکل اون حفظ بکنید، چون بدون آرتیکل فایده نداره و نمیتونید جمله بسازید. ممنون از این که با من همراه بودید. امیدوارم روز و شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.